ادامه بحث اپراتورها در زبان برنامه‌نویسی پایتون است. این بار می‌خوایم لاجیکال اپراتورها را در محیط کد بنویسیم و نتایج آن را مشاهده کنیم. لاجیکال اپراتورها در همه زبان‌های برنامه‌نویسی سه تاست: انت است، اور است و نات است. صرف روش نوشتاری در زبان‌ها فرق می‌کند. هرگاه با زبان برنامه‌نویسی جاوا کار کنیم، به جای انت از پرسن استفاده می‌کنیم، سمبولش استفاده می‌کنیم. به جای اور از پایپ استفاده میکنیم و به جای نات از سمبل نات استفاده میکنیم به شکل. اما در زبان برنامه‌نویسی پایتون به شکل نوشتاری میان اند، اور و نات تفاوتشان است. اند چه حالت دارند؟ در حالت تروست که هر دو شرط درست باشه، شرط اولی هم درست باشه، شرط دومی هم درست باشه، در حالت تروست. اگر یک شرط ها اشتباه باشه، در حالت نتیجه فالس است. اور چگونه است؟ در صورتی که یک از شرط ها at least one of condition درست باشه، نتیجه درست است، در غیر آن نتیجه اشتباه است. نوت وظیفهش چی کار میکنن برای ما؟ این برعکس میکنن رزالت. اگر ترو باشه فالس میکنه، اگر فالس باشه ترو میکنن. کجاها بیشتر استفاده میشه؟ مثلا در پسورد، زمانی که یوزرنیم پسورد هر دوشان درست باشن، از آن استفاده میکنیم، میتونیم که وارد شویم. در صورتی که یک از اونها اشتباه باشه، هیچگاه وارد شده نمیتونیم. اور در کجا استفاده میکنیم؟ در حالتی که یک از شرط ها، مثلا کسی میگیم که یا فرض کنیم شما فارغ صنف 12 باشین یا سنتان بالای 18 ساله باشه، یک از شرط ها اگه داشتین شما میتونید که وارد کنکور شوید. پس یک کسی است که فارغ 12 است اما سنش 18 ساله نیست، قبول میشه. نوت چگونه است؟ نوت حالتش است که اگه ترو باشه فالس، اگه فالس باشه ترو. کارشون هم است که به شکل برعکس قضیه رو تبدیل میکنن. چگونه اینا رو بنویسیم؟ بازم مییم در اینجا از وریبل a استفاده میکنیم و در اینجا نوشته میکنیم یک عدد، مثلا 100 عدد. مییم در اینجا وریبل دیگه نوشته میکنیم b و بعد از اون هم یک ولیو نوشته میکنیم مثلا 200. شیفت و الت و اف بگیرین به شکل منظم برای ما اینا رو تبدیل میکنیم. حالا چی رقم شرط براشون میدیم؟ میگیم اگر a بزرگتر از b باشه and b بزرگتر از a باشه یا بزرگتر از a است، آیا در این حالت جوابش چی است؟ جوابش برای ما تروست یا فالس است. یعنی میتونیم در اینجا در x ذخیره کنیم و بعد میم در اینجا x میخوایم پرینت شود. نتیجه رو چی برای ما نشان میدن؟ فالس نشان میدن، چون a بزرگتر از b نیست. b 200 است و a 100 است و b بزرگتر از a است. این تروست، a فالس است. باز در این حالت نتیجه برای ما در اینجا فالس نشان داده میشه. شرط بعدی چگونه نوشته میکنیم؟ نوشته میکنیم که فرض کنیم این بار y نوشته میکنیم. نوشته میکنیم که a همون شرط خدا y مساوی میشه a بزرگتر است از b. این بار باز اور نوشته میکنیم. شرط شکل دیگری تغییر میدیم، اور و b بزرگتر از a است. یک از شرط ها درست است. وقتی که یکیش درست باشه نتیجه رو برای ما ترو نشان میدن. پس در اینجا میگیم پرینت کو برای ما چرا y رو پرینت کو. خب یک بار ذخیره میکنیم، شیفت و الت و اف بگیریم و ببینیم که همه چیز منظم میشن. بعد زمانی که خواسته باشیم نات استفاده کنیم، شیفت و الت رو که داون بگیریم در اینجا و رو در داخل قوس اضافه کنیم. اینجا بین در صورتی که ترو باشه فالس میکنه و فالس باشه ترو میکنه. در اینجا بین قوس داشته باشیم و در اینجا قبل از اون یک نات اضافه میکنیم. کار از اینا ریورس کردن هستن، فقط برعکس میسازه. شیفت الت و اف بگیریم بازم همه چیز منظم میشه برای ما. زمانی که را اجرا کنیم ببینیم نتیجه چگونه دیده میشه برای ما. وقتی که اجرا میکنیم این گونه است، یا اگر خواستیم که مکمل قبلیش پاک شود جدید ببینیم در اینجا این گونه نشان میدن. نتیجه اولی فالس است، چرا که a بزرگتر از b نیست و b بزرگتر از a است. اولی تروست، دومی فالس است. پس در اند قاعده است که هرگاه یک از شرط‌ها اشتباه باشه نتیجه هم اشتباه است. دومشان ترو است، a بزرگتر از b نیست ولی b بزرگتر از a است. یک از شرط‌ها در صورت درست باشه در اور نتیجه درست است. دومشان ترو آمدن. سوم فالس شدن. فالس یعنی که امو ترویی که قبلا بود معمول استفاده کردیم در اینجا آوردم، در اینجا نات اضافه کردیم، فقط ریورس شد. اینجا ببینیم که a بزرگتر از b نیست ولی b بزرگتر از a است با اور. نتیجه در اینجا ترو است. ولی زمانی که نات استفاده کردیم نتیجه رو برای ما ریورس یا برعکس میگیره. در اینجا نتیجه رو فالس نشان میدن. یک مثال ساده ابتدایی است که برای لاجیکال اپراتورها استفاده شده، اما کاربرد از آنها رو در برنامه‌های بیشتر
در یوز کیس اگزمپل ها در مثال بعدی بر شما کار خواهم کرد. از توجهتان تشکر.